خب بچه‌ها امروز می‌خوایم راجع به یه موضوع مهم دیگه صحبت بکنیم. موضوع برچسب زدن. حالا اگه بخوام یه خود بازترش بکنیم که برچسب زدن دقیقا منظورمون چیه از گفتگو این جلسه، اینه که ما خیلی موقع می‌بینیم که پدر مادرها بچه‌هاشون با یک صفاتی، حالا این برچسب زدن ممکنه خوب ممکنه بد باشه. مثلا ما الان خوب و بد بودنشو کاری نداریم. خصوصا صفاتایی که بچه‌هامون بودیم، مثلا بچه من خیلی باهوشه، بچه من خیلی خوب میخونه، بچه من خیلی خوب میرقصه و اینو جلوی بچه گفته میشه، یا برعکسش دست با چلفتیه، هیچ کاری رو بلد نیستن، دروغگوه، نمیدونم چیزای اینجوری چاخان زیاد میکنه. راجع به این موضوع میخوام امروز صحبت بکنیم، تجربه هامون رو بگیم توی همین فروشگاه که خیلی پیش اومده که این اتفاق اینجا افتاده و حالا گاهی اوقات ما تونستیم پدر مادر قانع بکنیم، گاهی اوقات هم نتونستیم. فکر کنم از همین تجربه ها شروع کنیم و بعد بریم توی بخش معرفی کتاب که چجوری باید در واقع با این موضوع والدین رو آگاه کرد. مبینه میخواید شروع بدیم؟ من که بخوام تجربیات فروشگاه بگم، یه چیزی که همیشه خیلی یادم موند و همیشه هیچ وقت یادم نمیره اینه که یه بار یه خانم اومدن به من گفتن جلوی خود بچه اندازه، وگرنه که در جلوی خود بچه نباشه حالا ایراد نداره. به من گفتن که بچه من خیلی بی‌اعتماد به نفس و بی‌عزت نفسه، یه کتابایی به من بدین که یکم اینو رو تقویت کنه درش. بعد من همینطور که داشتم فکر کردم که خب بچه داره اینو میشنوه و همین جمله میتونه اعتماد به نفسش رو حتی اگر که خوب باشم بیاره پایین. یعنی همین گفتن این به یه آدم غریبه ممکنه خیلی آسیب جدی به اون بچه بزنه. حالا به هر حال من یکم با هم خواهم صحبت کردم، به چند کتاب درباره این موضوع دادم و گفتم اینا مثلا میتونه کمکش کنه که در کنار کارهای دیگه که شما میتونید براش انجام بدین میتونه کمک کنه که عزت نفس و اعتماد به نفسش رو بالا ببره. موقع حساب کردن که شد، من ازشون خواستم که خود اون بچه که همراهشون بود کارتو بکشن و اولش مادر اون بچه کارتو گرفت، گفتش که نه بلد نیست و من دوباره خواهش کردم که اگه میشه بزنین حالا امتحان کنه، اشکال نداره، بلد نیست یاد میگیره. و دیگه خود بچه اون رو کشید، انقدر خوشحال شده بود که تونسته یه کاری رو انجام بده بدون اینکه یعنی کاری که فکر می‌کرد نمیتونه رو تونست انجام بده. من اونو هیچ وقت یادم نمیره راستش، چهره اون بچه از اینکه چقدر ناراحت بود و چقدر در اون لحظه احساس خوشحالی کرد که تونسته یه کاری انجام بده. چون تو باورش کردی. آره دقیقا اون حس کرد که بهش اعتماد شده. حالا اون کار خیلی کار کوچیکی ها ولی تونسته انجامش بده. به نظر من برچسب زدن، حالا این یه نمونهش بود که مثلا اعتماد به نفسش بود، ولی کلا توی چیزای دیگه هم همینه. من فکر می‌کنم که اگر که ما یه چیزی رو به بچه بگیم مثلا تو همیشه دیر میکنی، همیشه مثلا لفتش میدی، زود کارتو انجام نمیدی، این حالا یه اتفاقی که میفته اینه که بچه تو موقعیتایی که قرار میگیره و قرار یک چیز رو انتخاب کنه یا یک چیز رو انجام بده، در اون لحظه این فکر به ذهنش میاد که من آدمیم که همیشه کارا رو دیر انجام میدم، پس الانم لازم نیست بود انجامش بدم، چون دیگه این تو وجودمه. آره دیگه من دیر انجامش میدم دیگه، پس آروم آروم اون کار رو انجام میدم. یا حالا مثلا تو موقعیت‌های دیگه، مثلا بچه من دروغگوه، وقتی من اینو به بچه میگم یا بچه من به هر طریق اینو میشنوه از من، اینو باور میکنه که من دروغگوام، پس لزومی هم نداره که تو موقعیتایی که قرار میگیرم راستش رو بگم، تلاشی نکنم. به آره دقیقاً. و برعکس اون، مثلا من میگم که بچه من خیلی باهوشه، جلوی بچه رو میگم بچه من خیلی باهوشه و اتفاقی میفته اینه که بالاخره ما اینو قبول داریم فکر کنم هممون که آدم‌های دیگه وجود دارن که از بچه ما باهوش‌ترن و وقتی بچه در مواجهه با اونها قرار میگیره اعتماد به نفسش رو از دست میده، احساس میکنه به اندازه کافی باهوش نیست و بعضا حتی ممکن اعتماد به نفس کاذب به بچه‌ها بده و وقتی که از پس انجام دادن اون کار برنمیاد، چون ما همیشه برچسب باهوش بودن رو بهش زدیم، در اون لحظه احساس میکنه که نتونسته اون کار انجام بده، احساس شرم میکنه، احساس گناه میکنه، ممکن دروغ بگه و همینطور اتفاقات بدتری بیفته. حتی الزاما احساس شرم هم نیست، یعنی اون اعتماد به نفس انقدر هست که اصلا هیچ وقت فکر نمیکنه که
اصلا داره کار غلط انجام میده و تو نقطه کاری معمولا ندارم به چالش میخورم. خیلی موضوع درستیه. من خودم تجربه شخصی از کودکی دارم. من دایی داشتم، خب خیلی آدم شوخ و مهربون و خیلی اینجوری بود، ولی مثلا ما هر وقت می‌رفتیم خونه اینه توی جمع، مثلا معمولا اون موقع خب رفت آمد خانوادگی خیلی بیشتر بود. بعد مثلا من حالا چند باری پیش اومده بود که مثلا اگه اونجا یه چیزی می‌خواستم من بیارم، مثلا یه خرابکاری کرده بود. بعد دایی من همیشه این عبارت رو میگم مثلا تا مجلس ما همه مواظب باشین الان فلان خرابکاری میکنه و مثلا هر کاری من میخواستم بکنم جمله میگفت. حالا نه به روی بد جنسی یا بد تینتی اینا اصلا نبود، چون واقعا ما عاشقانه دوستش داشتیم، ولی گفتن این جمله همیشه یه بار شدیدی رو من ایجاد میکرد. تمام تلاشمو میکردم که اولا که کاری نکنم اونجا، یعنی مثلا سمت چیزی نه، و اگه میخواستم برم اینقدر دقت میکردم که مثلا این حرفا رو نشنوم، چون اون لحظه الان که نماد اون کودک گفتیم باره اینقدر سنگین بود و دلم نمیخواست اگه مثلا به خصوص آدم جدیدی تو جمع بود دلم نمیخواست اون آدم جدید اینو بفهمه. فکر میکردم حالا همون یه تعداد که میفهمن دیگه کافیه، دیگه کسی جدید نفهم. این جریان اینقدر برای من تکرار شده بود که من یادمه توی تا دوره دانشگاه که مثلا همچنان من میترسیدم یه کاری رو در جمع انجام بدم، یعنی مثلا اگر قرار بود که برم یه چیز رو ارائه بکنم فعلا این باهام میومد و من نمیدونستم اون موقع این از همون ریشه کودکی میاد. بعدتر که کتاب روانشناسی خوندم، کلاس‌ها و دوره‌هایی رو رفتم، آگاهیم بیشتر شد، فهمیدم این دقیقاً اصلا اون دوران کودکی اومده و تازه اون آگاهی کمک کرد که من بتونم به خودم مسلط شم و دیگه نترسم از توی جمع و کاری رو انجام دادم. میخوام اینو بگم در تایید حرف تو که گاهی ما والدین یا ما بزرگترها، حالا الزاما نه والدین، چون در مورد من والدین نمی‌کنه، میگه دایی می‌کنه، ناخودآگاه تو رو میبره به یک سمتی که تا بزرگسالی یک رنجی باهاته و این به نظر من از اون چیزایی که خیلی لازمه ما به خصوص تو فروشگاه حالا با آدما بگیم، چون ما اینجا خودمون خیلی مثلا به پدر مادر سعی می‌کنیم اینجوری اشاره کنیم ببین جلوش نگو مثلا این چیز داره، ولی خب باز تکرار میشه دیگه حالا تا این مسیر درست بشه. ولی مثل نکات خیلی خوبی گفتی. پس تو چی داری برام بگی؟ یه چالشی که ما همیشه داریم توی فروش کتاب و کتابایی که از ما میخوام این که یه مهارتی رو بخوام یاد بدن و اون مهارت کاملا به شکل مستقیم روی اون کتاب باید نوشته شده باشه و یعنی پذیرشش خیلی سخته از طرف والدین که ما میتونیم با یه داستان مثلا اعتماد به نفس رو به بچه‌ها یاد بدیم که چطور میتونن داشته باشن، ولی بیشتر میرن سمت کتاب‌هایی که مستقیم تره و با روی عنوانش هم حتی بده. که من الان این کتابای جولیا رو آوردم که خب حالا از نظر من متاسفانه خیلی هم فروشش بالاست، خیلی بالاست و کل اصلا تیتر یعنی عنوان کتاب یه برچسبه، مثلا ریکی دستکج، که خب حالا هم این که بچه این برچسب به خود بچه زده میشه، هم باعث میشه که به اطرافیانش اینو و بعد به خصوصا که بچه اینو انجام بده براش بگیرن. آره دقیقاً اینه که اصلا بعضی وقتا اینطوری که خب اوکی من اینم دیگه و میپذیره و خیلی هم اوکی باشه، یعنی تو شیطونی مثل همون میشه که سعی میکنه که بیشتر شیطون باشه، بعد همین بازخورد میگیرن ولی باز هم نمیدونم چرا ترجیحشون اینه. فکر کنم یه خود اون ماجرایی که توی جلسه قبلی هم موقعی که داشتیم بحث کتاب خونیم صحبت میکردیم اونجا گفتیم خانواده ها کتاب قرص میبینن، میدونی یعنی فکر میکنن کتاب قرصه، مثلا میان میخرن این کتاب میخونه و همه چی حل میشه، در حالی که اصلا کتاب اینجوری نیست. تو باید کتاب گفتگو کنی و اصلا اتفاقا که حتما تو موضوع مستقیم نباید بگیری برای بچه‌ها. آره مثل این کتاب جولیا همیشه راجبش میگیم اینجا. آره ولی خیلی اون یکی رو چی بود؟ این یکی هم کله نوشابه‌ای لجش میگیره. یعنی این بچه داره مسخره میشه به خاطر اینکه مثلا وقتی عصبانی میشه قرمز میشه و چیزی که صداش میزنن توی مدرسه کله نوشابه‌ایه. خب این یه آموزش غلطی هم هست، همین که تو بخوای یاد بدی باشه که به اطرافیانش هم برچسب بزنه و اسم براشون بذاره. و چه نکته درستی رو گفتی و الان به ذهنم رسید که تو مدرسه اینو خیلی ما میبینیم دیگه، یعنی بچه‌ها خیلی مواجه میشن با اینکه از طرف دوستانشون مسخره میشن و الان به ذهنم رسید که خب وقتی تو خونه مدامی بچه‌ها زده میشه، حالا پدر مادر اطرافیان اینها، خب این فکر می‌کنی کار خوبیه دیگه، تو میتونی به دوستت هم بزنی، در حالی که بچه‌هایی که تو خونه
معمولا با این چالش مواجه نیستن تو مدرسه خودشون در مورد کسی به کار نمیبرن اینو. و این چه نکته خوب بود که گفتی. حالا پس جولیا کوک کتاب‌های نخواندنی. مثلا تو چی دیدم بگو من گفتم دیگه یه استریت. خب تو ماجرای برچسب حالا من به خاطری که شما تعریف کردی داشتم فکر می‌کردم که آره تو نسل ماها که بزرگتره با جوان‌مرده مثلا نمیتونستیم اینقدر شاید کار نشده بود دیگه، همیشه یک بزرگتری وجود داشت که هرچی میگفت باید مثلا سکوت می‌کردی. ولی تو نسل الان خب حالا البته اینکه پیشینه خانواده چطوری اون چیزی که شما مثال زدی این اتفاق توش نمیتونه بیفته، ولی بچه‌ای که واقعا کتاب خونده روش کار شده و همه اینها اجازه نمیده این برچسب رو بچسبونن. من یه خاطره جالب بگم چند وقت پیش یکی از مدرسایی که کلا اصلا معروفه خیلی ارتباط خوبه با بچه‌ها داره و واقعا کودک رو میشناسه انصافا، اما خب این با گروه نوجوان زیاد کار کرده و تور میبره. یک هنرجوی فکر کنم 8 ساله داشت و مثلا گفتش که اینو داری غلط میزنی، کچل داری غلط میزنی. بعد این بچه اصلا مثلا همونجا میگه که چرا بهم گفتی کچل؟ کچلی دیگه. و این اصلا حالش خراب، میره خونه کلی چی میشه و میاد بیرون میگه که خب من گفت کچل. و پدرمادرم اینجوری بودن که خب بعضی وقتا بزرگتره یه شوخیایی میکنن، انکار احساس، و این ذهنش اصلا درگیر میشه و شروع به یه جای بغضش میترکه و شروع کنه تحلیل کردن این ماجرا که اولا که مگه همسن و سال من بود که به من اینو گفت، دوست من به من میگفت فرق میکرد، ولی بزرگتر منظورش از این که به من گفت کچن این تو خنگی و کلی نشسته راجعه ماجرا و من خیلی دوست داشتم داشت اینطوری صحبت میکرد و خب یه سری راهکار گذاشتیم و دفعه بعدی رفت و تو دیگه منم کچن. بعد نشسته بودم، البته خب منم از این برای گفتگوی کرده بودم و آمادگی وجود داشت. به من جالب بود که خب نسل الان خیلی برچسب پذیر نیست خوشبختانه. ولی از یه زاویه دیگه میخوام نگاه بکنم که حالا با برچسب میان من اون برچسب رو چطوری میشنوم. مثلا یه چیزی که ما خیلی زیاد شنیدیم بحث لجبازی بود. بچه من لجبازه و من همیشه میخوانم نگه با لبخند میگم که خب لجبازی یعنی چی؟ دروغ میگه یعنی چی؟ و اصلا پدر مادر رو میبرم به اون سمتی که خب بیا ببینیم اگرم دروغ گفته چه اتفاقی افتاده. قطعا یک پیش‌زمینه‌ای وجود داشته، قطعا یه جایی اتفاقی افتاده و یک واکنش نادرستی دیده شده و در نهایت رسیده به این پنهانکاریه و در نهایت دروغ بود. تو ماجرای لجبازی من همیشه اصطلاحم اینه که لجبازی یک اتفاق دو طرفه است، یعنی من حرف خودم میزنم و شما حرف خودت رو میزنی و هیچ کدوم از موضوع خودمون نمیه، پس تو هم پدر مادر لجبازی هستی. و خب اون وقتا من همیشه به بچه‌ها گفتم از بچه‌ها شنیدن رو معرفی می‌کنم که جو آوردم توی کتابا که خب من میگم حتی فصل اولش رو اگر بخونن والدین کلا این کلیده روشن میشه که یک اتفاق رو اگر تحلیل بکنی دیگه اصلا به برچسب نمیرسی وقتی ماجرا رو روایت بکنی. اینجا حساب کنم بعد آره مرسی. آره در مورد خود لجبازی که به خصوص اون سنی که بچه‌ها تو محله داشتن زیاد ما میشنویم و وقتی به پدر مادر میگی که این محله داشتیش انگار آروم میشه و باز برمیگردی به اینکه اون آگاهی نیست، یعنی نمیدونن که بچه‌ها در هم محله از دوستشون واکنش‌هایی که داخل طبیعی مثل دقیقاً واکنش دوران بلوغ در نوجوانی که حالا الان دیگه خانواده‌های خود تو پذیرش بیشتر آره این کاره به خاطر بلوغ مثلا این بلوغه در چند مرحله تو زندگی اتفاق میفته، شکلش فرق میکنه و این برچسب اگر اون آگاهی باشه کمتر پدر مادر میرسن. آره لب مرز این برچسب هم مبیده توی صحبتش اشاره کرد اینه که الان یه ذره دیگه مد شده. تراپیست هم گفته که مثلا تو کمالگرایی، پس من چون کمال کردم دیگه هیچ کاری نمی‌کنم، هیچ کاری نمی‌کنم، یعنی میرسه با اون برچسب میگه آها این لیبل رو گرفتم، مثلا اون ستاره دایره های توپی نظیری که این لیبل رو گرفتم ایول من اینم. حالا دنبال اون اصطلاح هم میگردم که من بیش فعالم دیگه، مثلا من اوسیدی هم دیگه کارش نمیشه کرد
بپذیری. خیلی لب مزه به نظرم، خیلی حساسه و خب خیلی باید آگاهی بیشتر رو برچسبه تموم میشه. این برچسبه توضیحی نداره، مثلا مصرفشه دیگه، تا یک جایی میرسه و بعد دیگه میمونه دیگه. اون فکر کنه من نمیتونم دیگه از این بیام بیرون. ولی خب آگاهی در مورد خود من آگاهی اتفاق افتاد دیگه، از یه جایی به بعد دیگه سعی کردم چون فهمیدم علت چیه، پس اون ویژگی من نیست، یه چیزی بوده که اکتساب شده، پس من میتونم از بینش ببرم تا یه حدود زیادی، نه کامل. محمد چی داری برامون بگی؟ تجربه خودت داری از این ماجرا؟ خیلی بدی توی بزرگسالی اینو تجربه کردی محمد که مثلا آره یه چیزی رو و رنجیده شده باشی از اون ماجرا؟ شده ولی کم شد. مثلا این کارو مثلا بلد نیستی و اینا، ولی خب سنم با اون بچه فرق داره. خودم مثلا رفتم اینو یاد گرفتم این کارو انجام بدم. ولی منظورم این به بچه مثلا تنبلی مثلا ورزش نمی‌کنه یا هر چیزی، مثلا بهش نگن که مثلا تو تنبلی فعلا، مثلا بچه رو ببرن بیرون خودشون ورزش کنن، خودشون این کارو انجام بدن که مثلا اون بچه ببینه. بهش نگن که تو هم باید ورزش کنی. مثلا حالا پدرمادر خودشون اصلاح کنن که بچه رو ببینه. آره این تجربه‌ای که کار مشترک با هم انجام بدن و خیلی خیلی به نظرم مهمه. ناخودآگاه اون تکرار اتفاق میفته. نکته خوبی بود. یه چیزی من اضافه کنم حالا که بعد بریم تو دوم کتابامون رو بگیم. اینجا پای صندوق ما خیلی مسئله پیش میاد، همون چیزی که تو در مورد کارت کشیدن گفتی. خب ما خیلی این اجازه تجربه کردن رو به بچه‌ها اینجا میدیم و همیشه هم مثلا از همکارامون رو می‌خوایم که این فرصت رو به بچه‌ها بدن. یه چیزی که من خودم خیلی برام جالبه و می‌بینم و به خصوص مبینا تو قسمتی که تو گفتی راجع به اعتماد به نفس، چون همه پدر مادر دلشون می‌خواد بچه‌هاشون شجاع، با اعتماد به نفس، با عزت نفس بشن، ولی حرکتی در جهتش نمی‌کنن، یعنی باز دنبال همون قصه‌دار رو هم بیشتر. و خب متاسفانه یک اشکالی که در همیشه بهش گفت اشکال، همیشه حسنش گفت اینه که الان یه دوره‌ای شده که فکر می‌کنم با یعنی کتاب درمانی در واقع می‌خوام بکنم. خب من به شدت خودم با این مشکل دارم. میگم ببین کتاب یک ابزاره، ما باید از اون استفاده بکنیم و تو مسیر زندگی از اون پیامایی که داره توی گفتگوهامون و توی تجربه شخصی استفاده کنیم، نه که کتاب بگیریم درمان کنیم. من چیکار می‌کنم؟ مثلا من خریدای بچه‌ها رو که می‌ذارم توی کیسه ها، معمولا کیسه میدم دست خود کودک که اونجا وایساده. در 80% اولین جمله‌ای که بزرگترا میگن سنگینه، نمیتونه. اولین جمله است که میگن. من خیلی امتحان کردم، مثل این جمعه آمادی شد همین سنگا رو بنوزم تو کوزه ببینم چند تا میشه. بعد من حالا اگر بشه فرصتی باشه که آروم بهش بگم، میگم ببین روز امتحان بکن، خسته شد یا بلند اینو میگم، اگه خسته شد دستت از بابا اینو کمک بگیر، از بابا مامان کمک بگیر. ولی اون لحظه اول اون نمیتونیه تیر اونا زدن، یعنی به کودکی که اتفاقا توانمنده و اتفاقا میتونه، اصلا اون دوست داره که اونو بیاره، تو بلافاصله وقتی میگی نمیتونی اون چیز میشه، اون احساس بده، اون عدم اعتماد نفس میاد سراغش. حالا میخوام بگم تمرینای خیلی کوچولو، مثلا اینکه میخوای تو انتخاب بکنی، میخوای، چون ما اینو خیلی تو فروشگاه میبینیم که مثلا حتی در نوجوانا مثلا یه کتاب میاد برمی‌داره، قبل از اینکه اون بخواد کتابو ورق بزنه، پدر مادر جلوی همه ماها که بالاخره اون نوجوان یه قرودی داره میگه چرا این کتابا رو نمیخونی، میخوای ببری بذاری، یعنی بلند. شما فکر کنید چه باری رو دارن با اون نوجوان تحمیل میکنن، صرفا به خاطر اینکه از قبل تا آقا خب بس برای چی ارزش آوردی کتاب فروشی، اون نیارش. واقعا آسیبش خیلی کمتره که تو اینو بیاری اینجا و بخوای به این وضوح در جلوی تعداد آدمی که به هر حال ما برای اون بچه یا برای اون نوجوان غریبه ایم، تو بخوای اینطوری شخصیتون به سال. من خیلی مواجه شدم با اینکه در تجربه متفاوت که بچه‌هایی که زیاد دروغ میگن خیلی آماج این برچسب این جن قرار میگیرن و بعد مجبور به دروغگویی میشن. من مطمئنم اون نوجوان قطعا اگر بخواد دفعه بعد کتاب بگیره الکی با مامانش میگه من خوندم که دیگه اینو نشنوه. یعنی ببین ما خودمون سوق میدیم اون رو به سمت اینکه بیا دروغ بگو. و در مقابلش هم برچسب توانمندی زیاده که ما بزرگتر خیلی ما رو به دوش میکشیم. میتونه مستقل و مثلا شما به عنوان یک مرد، من در جایگاه خودم خیلی قشنگ چالش میخوری که بابا
بذارید یه جا نتونم، بذارید یه جا منم کمک در میخوام. مورد آدم قوی به خصوص، آدمایی که شخصیت قوی دارن. آدمایی که شخصیت قوی همیشه انقدر این القا میشه که اون آدم حتی میگم یه جایی، حتی جایی که نیاز به کمک داره هم کسی متوجه اعتراف نمیکنه دیگه هیچ وقت دیگه، چون اون باهاشه یه حاله دورش گرفته، یه اصلا نمیتونه منفجر میشین که بابا مثلا به خدا منم مثلا یه آدمم که با همه نیاز منم میخوام یه جای بارم یکی دیگه به دوش بکشه، منم دلم میخواد یه جایی تکیه کنم مثلا. دقیقاً. و این موضوعات حالا اگر که ما تو بزرگسالی خب الان یه مقداری به دلیل آگاهی خودمون و حالا کتابایی که خوندیم و گفتگوهایی که کردیم، ما الان سطحمون یه خود اومده بالا دیگه، که مثلا حالا میفهمیم که اینجا داریم تو کدوم چاله میافتیم، یا به قول روانشناسا کدوم تله الان داره ما رو در بر میگیره. ما اینو فهمیدیم، ولی نمیدونم چرا حتی خود ما که نمیفهمیم در مورد بچه‌ها به کار نمیبریم. یعنی اصلا من نمیدونم چرا ما بزرگترها همیشه فکر می‌کنیم بچه‌ها هیچی نمیفهمن. ناخودآگاه علیرغم اینکه اذعان داریم بچه‌های الان خیلی باهوشن، خیلی نکته سنجن، نمیشه بهشون زور گفت، اینو قبول داریم ما، ولی از اون ور بوم خیلی وقتا پیش میاد که میافتیم تو این چاله‌ای که بچه‌مون چیزی نمیدونن و نوعی باشون برخورد میکنیم که انگار که این بچه همون بچه‌ای که دیروز اون همه داناییشو به رخ کشیده. آره اینجوری که خب این درک میکنه و یه جایی نمیدونیم که ببین این سکوت زیر اون برچسبه خیلی و بچه تحصیلای مخربی داره، خیلی کاش که بتونیم اینا رو به خانواده ها بیشتر منتقل کنیم که برن به سمت اینکه خودشون آگاه بشن و نسبت به چالش‌های خودشون توانمند بشن. یه چیزی هم مثلا من تو ذهنم دیگه کوتاهش میکنم، چند سال پیش از خانم زهرابیان تیتراژون شنیدم که مثلا تو حالا تلویزیون عمل ساکن بودن این خانم روانشناسی صحبت می‌کرد، گفتن که وقتی به بچه‌ها پرنسس بودن رو میگین، یا خودش برچسبه. آره دقیقاً برچسب پرنسس بودن، لباس یه توری وای پرنسس شدی و بچه‌ها خیلی دوست دارن و همیشه میگن که یعنی ایشون توصیه می‌کردن که خب وقتی پرنسس بودن رو میگی مسئولیت‌های یک پرنسس رو هم بگی، که درسته که پرنسس لباس زیبا میپوشه، مثلا در یک قصر میتونه زندگی بکنه همینا، ولی مسئولیت یک جامعه بر عهده‌شه و اینها هست. در ادامهش بگذارید. من فقط یه چیزی رو درباره صحبت مهسا کرد بگم، چون احساس می‌کنم که لازمه. ما نباید خیلی هم این قضیه برچسب 0 و 100 محض نگاه کنیم. مثلا درباره این وقتی که ما درباره اختلالات روان مثل بیش‌فعالی و اینا صحبت کنیم، اگر که این رو ما مراجعه کردیم به یک روانپزشک و روانشناس و این رو در مورد تشخیص داده، این دیگه برچسب نیستش در واقع. اینو ما باید بپذیریم که ما یک اختلالی رو داریم و حالا باید سعی کنیم مناسب با اون اختلال رفتار کنیم. اگر که میتونیم، یعنی در واقع ما اگر اون اختلال رو بشناسیم میتونیم راحت‌تر زندگی کنیم. وگرنه اینکه حالا اون بخشی که ما اینا رو بدون اینکه به قول مهسا مود شده دیگه همه به خودشون اینو میگن و اینا، اون بحثش یه مقدار متفاوته تا اینکه واقعا یه روانپزشک یا روانشناس رو در ما تشخیص داده باشه. اون دیگه عنوانه. آره. اون لیبلی که من اینم و همین دیگه. در جهتش دیگه کاری نمی‌کنه. در حالی که تو اختلال شما دقیقا باید جهتش کاری بکنید. مرسی، اینم نکته خوب بود. ما قرار شد که فکر کنم فکر کنم که تو می‌خواستی کتابایی که نخونن رو بگی. از کتاب بدا. اینجا براتون چند کتاب آوردم که اگر که دوست دارید به بچه‌ها برچسب بزنید میتونید حتما از اینا استفاده کنید. دایره برچسب دقیقاً. اینجا ما هر برچسبی که شما حتی به ذهنتون نمیرسه هم داریم. دیدی پونک، هاکی کنجکاو و اقسام. آره از همینجا می‌خواستم ببینم. ارزم بادی خوش لباس، نگران، بیلی بی‌حوصله و هر چیزی که شما فکر کنید تو این کتابا هست، میتونید ازش استفاده کنید که روی بچه‌ها برچسب بزنید. و جالبه که حالا بحثم که واقعا این کتابا حالا الان باز یه ذره چیزه، ولی یه روزگاری، یعنی اگه یک کتاب فروشی نداشت انگار هیچ کتابی نداشت تو دهه 70-80 مثلا، چون این کتابا اصلا اینقدر بوسه بازار بود که یعنی همه بچهای اون نسل رو خونده بودن. و تو فکر کن حالا با چه اون موقع قطعا مترجم مثل میمینیا مثلا که یک نسل رو بزرگ کرده حالا به خاطر،
ولی اونجا هم ما می‌بینیم پر از برچسب‌های ریز و درشته که واقعا جزء کتاب‌های نخواندنیه. کتاب خوندنی هم آوردی برام؟ و در اول نخوندنی. اندازه‌های خاصی مختلف. دیگه بخونید. رحلی، آره. مجموعه، بیزینس کشتی کتاب کوچیک، دیگه کشتی بزرگ و واقعا جزء حتی چیزاست. تیشرتش هم هست. پس تو کتابی به غیر از نخوندنی آوردی برامون؟ من این کتاب من خوب هستم آوردم. آره. در مورد اینکه این برچسب‌های حالا مثبت هم زدن باعث میشه که نیازهای خودمون رو در نظر نگیریم. این یه تخم مرغیه که سعی میکنه به همه کمک کنه و یه جایی خودش آسیب میبینه، خودش رو نمیبینه و این باعث میشه که خب اذیت بشه. اینکه من خوبم، من اگر خوبم پس باید به همه کمک بکنم، همیشه در کنار بقیه باشم. به نظرم این برچسب خوبم خیلی اینکه چرا اصلا ما همیشه باید به بقیه کمک کنیم. یا یه چیز دیگه هم که الان من تو ذهنم اینه که وقتی ما میخوایم از بچه‌ها تعریف بکنیم، مثلا یه نقاشی که کشیده با چند نقاش بزرگ به جای توصیف. آره توصیف مثلا اوکی، مثلا اینطوری بگیم که چقدر درخت‌ها رو خوب کشیدی. اینطوری خیلی اعتماد به نفس کاذب هم نمیدیم به بچه‌ها. و اینکه میگم ما حالا باز من تو نسل خودم میگم خیلی نیازهای خودمون رو ندیده میگیریم و این به خودمون آسیب میزنه. خود دوست نشد. چقدر این نکته چیز لازم بود که گفتیم توصیفو که حالا تو همین کتاب به بچه‌ها گفتن یا کتاب کودک خانواده انسان که به مراتب اینو یعنی به هر بخشی باز اشاره کرده که بچه‌ها رو ببینید، بچه‌ها رو توصیف کنید. فقط نقاشی‌ها رو کشیده خیلی خوب، می‌خوای خیلی ازش تعریف کنی، قصه نقاشی از نگاه خودت بگو به جای اینکه بگی وای تو بی‌نظیرترین نقاشی. چون وقتی بهش میگی تو بی‌نظیرترین نقاشی دیگه لازم نیست تلاش کنی. تو تا همینجا همه یه تلاش شده کردی با این نقاشی درجه عالی. یا مثلا در مورد اصطلاحات چیز میگن تو خوشگل‌ترین بچه جهانی، نه تو زیباترین دختر برای منی. این عبارت رو اضافه کن که اون توصیف بشه، نه که فکر کنه دیگه خودشیفته محض دیگه از اون بهتره. خیلی نکته خوب بود و تو کتابا ما خیلی اینا رو می‌بینیم. مثلا تو چی آوردی برای اون کتاب؟ آره ببخشید اینم که گفتیم توی توصیف من چند وقت توی یک جلسه دانشگاه راست منابع انسانی مطرح شد که سعی داشت تجربهشون گفتش که آره مثلا اینجوری شده فاکتور فلان بودن و داشت از رفتار اون کارمند میگفت و من همین رو دقیقاً چیز کردم که تو وقتی به یک آدمی که مثلا 20 سال پیش تو کار کرده میگی که تو بی‌مسئولیتی، تمام گذشته اون آدم تمام زحماتش رو زیر سوال میبری، در صورتی که اگر کارش رو توصیف کنی و بگی که ببین این فاکتوری که تو نفرستادی این عواقب رو داشته، اون آدم هم متوجه اشتباهش میشه. ولی وقتی من بهش میگم تو بی‌مسئولیتی، تو بی‌نظمی، دیگه گوشاش نمیشنوه. یعنی میخوام بگم که این برچسب چسبوندن تو هر محیطی برای ما چیز داره. حتی مثلا به یک فروشنده‌ای که تو گرون فروشی اصلا دیگه گوشاش نمیشنوه. شاید به طور خاص ما یک محصول تو ذهنمون باشه که من این محصول رو مقایسه کردم و این محصول در فلان جا این قیمت رو داره. این از این در مورد کتاب به بچه‌ها گفتم که همچنان روش مصرم جین قورباغه خوبی باشه. ماجرای همون خوب بودن که خب جینی وقتی میخواد به مدرسهش میگه که قورباغه خوبی باش و تمام ذهن این بچه قضیه اون بچه است که چرا من گفتی کچل اینه که خب من چیکار کردم؟ من کار بدی کردم، اما چیکار میکردم که خوب باشم؟ و وقتی که مدرسه شروع میشه و گفتگو میکنن با معلمشون، این دغدغه وقتی مطرح میشه از سمت جینی که مامانم گفت جین قورباغه خوبی باشه. من اصلا نمیدونم یعنی چی. تعریفی نداره. آره همه بچه‌ها شروع میکنن لیبلایی که صبح بهشون گفت شکلی نکن فلان 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 همه اینا و میرسه به این که کلمات رو واضح، نیازتون رو واضح بیان کنید با کلمات. محمد هم چون میدونست با کتاب یه چیزی که حالا کتاب خب خیلی زیاده که بخوام معرفی کنیم، ولی بعد یه نکته‌ای رو الان بگیم. من دلم می‌خواست کتاب لونای کلمه جمع کنم الان داشتیم، ولی خب چون کتاب نیست
یا مثلا معجزه کلمات یادمون رفت بیاریم. ما اینجا در واقع نکته که به نظر خیلی لازمه شیر کنیم با دوستانی که این ویدیو رو میبینن اینه که کلمات بار دارن و ما تا میتونیم موقع استفاده ازشون باید مراقب باشیم، چون این کلمه به قول مهسا تو وقتی کلمه رو میگی دیگه طرف چیزی نمیشنوه، چون اینقدر بار اون کلمه برای اون سنگین بوده که شاید هم تو داری همه چی درست میگی، چون برای این مسئله تو بزرگتری خیلی برامون پیش میاد و هممون هم تو این تله میافتیم. یعنی حالا ممکنه کمتر بیشتر باشه دیگه، هممون چه ممکن استفاده بکنیم چه ممکن در موردمون استفاده بشه. یادمون باشه که کلمه ها بار دارن و به بچه ها از کودکی یاد بدیم که کلمات رو درست استفاده بکنن و یادشون باشه که اون کلمه ممکنه برای اون آدم طرف مقابل حتما اون چیزی که تو میگی نشنوه و یک چیز دیگه برش بیاد. من تو کتابایی که آوردم یکی تو بی‌نظیریه که به نظر این پانچلوها کتابای خوبی ان تو این زمینه، گرچه که حالا پانچلوها خیلی توی مفهوم کتاب به موضوع خلقت اشاره داره و حالا اون بخش در واقع خالق رو توش خیلی آورده، ولی یه بخشی تو کتاب از این جنبه که اون آدمی که وقتی دوست داشته شده بچه‌ها بهش نمیچسبن، اون بخشش خیلی دوست داره. تو وقتی که به قول پرستو خودت رو دوست داشته باشی و اون اعتماد نفس در خودت باشه دیگه بچه‌س بهت نمیچسبه. به قول من اونجا که این کلمه بهت میگه تو اونجوری نمیشنوی، حداقل بازش کمتر میشه. این کتابیه که از ما باید بزرگتر هست. این الان دقیقاً برای پدر مادرها، نه فقط برای بچه‌ها. پدر مادر مثلا لازم نیست برای خود بچه‌ها. چون کتاب طولانیه و میگم اون مفهوم خلقت هم تو که حالا من به تازگی فهمیدم که این مکس لوکیدو کیشیش بوده و خود این نشون دهنده اینه که با یک ایدئولوژی کتاب رو نوشته، ولی من با کاری ندارم، حالا از اون بخش میخوام بذارم کنار. صرفا اون بخشی که اون موقعی که احساس میکنه یکی هست که اینقدر دوستش داره بچه‌اش بازش میزه پایین و این خیلی چیز مهمیه. به نظر این بخش خیلی بخش مهمیه. من میتونم بگم من با تو نوستش مخالفم. این کتاب در واقع اینو نمیگه که اون برچسب مهم نیستن، این میخواد بگه که مهم اینه که کی اون برچسب رو به تو میچسبونه. در نهایت یه آدم، یه موجودی هست، حالا خالق هر چی که هست، توی حالا این کتاب نجار هر کی هست، یه برچسب رو داره میچسبونه، ولی داره میگه برچسبی که من به عنوان خالق یا بزرگتر یا مثلا انسان کاملا با فضیلت و اینا به تو میچسبن اون مهمه، نه برچسبای آدمای عادی که به تو میچسبن. من واسه این برداشت من خیلی این اصلا بد نیست که اصلا یه جلسه ما راجع به این پانچلوها کلا راجع مجموعه صحبت کنیم، چون به نظر خیلی مهمه. منم مثل اصلا دقیقا اینو دریافت نکردم. میدونی من چی تو این کتاب برام خیلی بولد بود که به اون عنوان معرفیش میکنم؟ اون بخشی که میگه ببین تو خودت رو انقدر قوی کن که این برچسب‌های دیگر رو تاثیر نذاره. اون بخش برای من اون بخش مهمیه، نه گفتگوی این پانچلو با اون خالق. در واقع موضوع اینجاست که ما اگر که در واقع در درون خودمون اون احساس دوست داشتن قوی بشه که بسیار کار سختیه و این کار فردی نیست، واقعا احساس میکنم تو اطرافیان هم هست که اینو به تو القا میکنن، اونجا دیگه تو گفته دیگه اذیتت نمیکنه، چون تو که نمیتونی جلو همه رو بگیری. قطعا این دیگران اینقدر زیادن که مرتب تلاش میکنن به تو برچسب‌های مختلف بزنن. خب تو دروغ میگی، تو بی‌نظمی، تو قرارداد یادت میده، تو نمیدونم فلانی، هممون اینا رو میشنویم دیگه. مثلا 2 تا تلفن جواب نمیدی محکوم به این میشی که بی‌توجهی و ازات ماجرا. تو اون قسمت میخواد که ببین تو خودت برای خودت باید این قدرت رو داشته باشی که اینا بهت نچسبه. من اون بخشش رو دوست دارم، یعنی صرفا الان اگر معرفی شد تو اینجا با اینه، ولی اون نکته‌ای که تو میگی نکته مهمیه و به نظر حتما راجع بهش صحبت کنیم. پانچلوش اعتماد داره. بالاخره ما نیاز داریم که یک نفر که اعتماد داری. تیکه آخر میگه که این که موبینا گفت اینجاست که میگه مهم این است که من چطور فکر میکنم و به نظر من تو خیلی این تیکه راست میگه موبینا. باش موافقم. اگه جای این تیکه مینوشت مهم اینه که تو چجوری فکر میکنی، این میتونست کل این مسئله رو برای من حل کنه. خب آخه بخاطر که قبلترش هم اینو گفته دیگه، البته که میدونم چون خودم تو ساختم. آره اینجاهاش واقعا ضعف کتابه، ولی تو اون بخش آخری که این برچسب ازش میریزه و اینجا که میگه با خودش فکر کرد که چقدر عشق احساس خوب به اون میدهد و او را از قضاوت دیگران بی‌نیاز میکنه، تو این بخش به نظرم خوبه. یعنی مهم اینه که خودمون رو چجور دوست داریم و این به نظرم بخش مهمیه.
کتاب تو خیلی کوچولویی رو باز من فکر کردم خیلی جذابه و اینکه تو این کتاب هم این واجد برچسب زدنه به یه شکل دیگه هست. اینجای موشه به هر کی میخواد کمک کنه اینقدر بهش میگن تو خیلی کوچولویی نمیتونی که این یه احساس تنهایی میکنه تا اینکه در پایان میبینه نه این با همین کوچولویش یه کار مهم که باز کردن درس انجام میده که هیچ کدوم از اونها دیگه نمیتونن انجام بدن. آره و اونجا متوجه میشه که این چیز چه خوب منم مثلا برای خودمون ارزش دادم و اون دیگران هم میفهمن که این خیلی کوچولویی با اون عنوان که اونها میگن نیست. تو برو تو پذیرش. آره تو به این دلیل که این ویژگی رو داری الان نمیتونی تو این کار شرکت کنی، نه که چون خیلی کوچولی، یعنی به جای مطرح کردن کوچولی به عنوان یه چیز کم ارزش به اون چیزی که واقعی هست رو بگیم. یا مثلا کتاب سمسون تنبل زرنگ که ما آخرش میبینیم دوستان میرن تو پذیرش، خیلی خب این ویژگی اینه دیگه، حالا کارش آروم انجام میده. یا مثلا تو باکستر که من این باکستر فکر کنم هر موضوعی که مطرح میشه باکستر میارم به خاطر اینکه خیلی چند جانبه. یا تو این هم ما میبینیم که اون حیوانایی که توی چیز اون قسمت تست گرفتن در مرتب باکستر میگن این کارو کن اون کارو کن اون کارو کن، مفهومش همینه، تو هیچ کاری بلد نیستی، بیا مدل ما شو. یعنی تو خودت بی ارزشی، اگر میخوای ارزش پیدا کنی کاری که من بهت میگم بکن. و اینجا هم باکستر وقتی اون کار رو انجام میده و نتیجهش میبینه که چیزی میگه من نمیخوام، من میخوام خودم باشم، همینی که هستم. و داستان پذیرش در این کتاب خیلی خوب اتفاق میفته که من فکر میکنم تو بخش برچسب زدن یه مقدار اون پذیرش خیلی مهمه که کجا ما در پذیرشیم و کجا واقعا اون با همون نیست و بهمون برمیخوره وقتی بهمون میگن. نکته دیگه داری بچه‌ها اضافه کنی به این بحث امروزمون؟ محمد تو چیزی داری اضافه کنی؟ مرسی. مبینا؟ مرسی. خب ما حتما یه جلسه راجع به پانچلوها به نظرم صحبت بکنیم و اصلا فکر کنم یه مقدار بعضی این گفتگوهامون اگر تحلیلی رو یه گروه کتابم ببریم بد نیست. مثلا فرض بکن ممکنه یه دسته کتابی باشه که چند نفر موافق باشیم چند نفر مخالف، دلایل موافقت مخالفتمون رو توی هم گفتگوها بگیم بکنم کمک دلکی و دیده افعال. مرسی. تا چهارشنبه بعد.